سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ اول از همه این اینتروی ویدیو رو تا آخر ببینید تا بفهمید که چطوری باید ربات‌ها رو نصب کنید تا بعداً براتون سوال پیش نیاد و نتونید حل کنید. یک، این ربات‌هایی هستن که افرادی مثل من و تو ساختن و اصلا معتبر نیست که بگی که من میخوام تمام پولم رو روی این ربات حساب کنم و وای باختم و فلان. نه، یه ربات عادی که بعضی موقع خوبه، بعضی موقع بده، بعضیاش خوبن، بعضیاش بدن. من فقط اونا رو پیدا میکنم و براتون تست میکنم که چطوری استفاده کنید. مطلب بعدی اینه که برای دسترسی آسون به این ربات‌ها اینا رو توی کانال تلگرامم گذاشتم. آیدیشو میذارم این بالا، برید جوین شید، یا تو دیسکریپشن این ویدیو هم براتون لینکشو میذارم که اگه نتونستید با آیدی برید از اونجا برید لینکو بزنید و برید تو کانال تلگرام دانلود کنید و این دوتا ربات رو میذارم تو آخر، یعنی پست آخر کانال. و مطلب مهمتر از همه اینه که آموزش استفاده از این ربات رو توی این ویدیو براتون میذارم. ببینید این بالا براتون گذاشتم که بزنید روی این ویدیو و برید ببینید که چطوری از این ربات‌ها باید استفاده کنید. افرادی که قبلا استفاده کردن بعضیاشون میان میگن که نمیدونم نمیره تو فایل‌ها و این چیزا. بله، همچین مشکلی فعلا وجود داره. نمیدونم حالا با یه گوشی دیگه تست کنید، شاید بستگی به اندروید گوشیتون داره. واسه من که اون کارو نمیکنه پس من میتونم استفاده کنم، ولی بعضیا میان میگن که نمیشه استفاده کرد و حتما با یه گوشی دیگه تست کنید. و من چون احتمال میدم بازم خیلی ها این ویدیو رو میزنن جلو و این قسمتی که برید تو این ویدیو ببینید که چطوری از این ربات استفاده میکنن، من دوباره مجبورم که آخر این ویدیو اون قسمتی رو دوباره کات کنم و اینجا اضافه کنم تا بتونید استفاده کنید. دیگه خیلی حرف زدیم، بریم با همه این دوتا ربات رو تست کنیم. بریم سراغ اولین ربات. این ربات یه رباتیه که آنالیز میکنه فکر کنم تا ضریب 3، ولی اشتباه محضه که هر ضریبی ایشون گفت رو شما انتخاب کنید. یه بار توضیح دادم تو قسمت ربات‌ها که ربات‌ها چطوری کار میکنه. هر رباتی که ضریب خیلی زیادی رو نشون میده دقتش خیلی پایین‌تره، بر رباتی که ضریب پایین‌تر رو نشون میده دقتش یکم بالاتره. اینم هیچ ربطی به سازنده ربات نداره، به خود بازی ربط داره که خب وقتی میگه ببینید بچه ها، این ربات ها وقتی میگن که نمیدونم 2.70 شما 1.70 بردار، وقتی میگن که نمیدونم 3.5 تو 1.5 بردار، کلا سعی کن بین 1 تا 2 برداری ربات ها رو. حالا به جز بعضی موقع که شبا چون اکثرا بازی بهتره موقع ضریبات دقیق تره. خب بریم یه دست بزنیم که ببینیم ربات چطور کار میکنه. 1.53 میزنم، همون 1.53 برمیدارم دیگه. اینو نمیخواد بیشترش کنیم یا کمترش کنیم. خب این اوکی بود. حالا بریم سراغ ضریب دومش. پشت سر هم بازی نکنید، 1000 بار گفتم. اسم این ربات از فلش V3 زده 1. یعنی ربات ها اکثرا اینا رو خیلی دقیق میگن، ضریبای خیلی پایینو، یعنی مثلا 1.6 بردار رو نمیدونم قرمز و این چیزا تو موقع اصلا نزنید. من خیلی تجربه کردم که وقتی میگه 1 یا کلا نزنیده است بزنید میبازید. حالا از شانس شما این دست رفت بالای. دستم خود اصلا نمیدونم چی شرط بستم، خواستم دبل کنم. خب این هم که 1.54 برداشت، اینو بکنیم. این چه رقمیه دیگه. خب یه دست آخرم میزنیم و 1.71 گفتم دیگه زیر. حالا من 1.50 برمیدارم اگه رفت و نباختیم. 1.5 بردارید دیگه نذارید. خب این ربات تو این ساعت، یه ساعت 11 صبح، اوکیه فعلا. بریم سراغ ربات بعدی. بچه آموزش فعال کردن و استفاده از این ربات رو اگه اینتروی ویدیو رو ندید برید اینترو اون ویدیویی که من آموزش نصب گذاشتم و براتون گذاشتم بزنید روش. ولی چون احتمال میدم که هیچ کدومتون نمیرید، همین آخر ویدیو دوباره همون قسمت رو کات میکنم و اضافه میکنم که چطوری از این ربات ها استفاده کنید. ببینید بچه پایین نوشته قرمز، پس نمیزنیم. اگه این رنگ نوشته سبز شد یعنی ضریب سبزه. حالا زده سبز بالای 1.80. به نظر خودم این ربات ضعیفیه که چند بار تست کردم و زیاد دقیق نیست و پیشنهاد میکنم که زیاد ازش
استفاده نکنید و همون 1.5 بردارید و نذارید بره بالا 1.80 که میبازید. خیلی بچه‌ها ممنون که تا اینجا ویدیو با مانید و حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید، هر مدل ویدیویی که دوست دارید بنویسید براتون بسازم. اگه تو کانال تلگرام هم باز نیستید اونجا بیایید، بعضی موقع چیزای خاصی میذارم که تو کانال یوتیوب نمیشه گذاشت و میتونید از اونجا استفاده کنید. زده سبز ولی فکر نکنم سبز بیاد، ولی من بت میکنم 1.50 برمیدارم، نمیخواد بره بالا 1.80. دیدید؟ به همین ترتیب میگم که زیاد به این ربات دوم دل خوش نکنید و این بود از ویدیو. باید بتونید از این استفاده کنید. من تو تلگرام یه کانال زدم، وایدیشو میذارم تو توضیحات یا دیسکریپشن این ویدیو، حتما توش عضو بشید. این دوتا فایل رو گذاشتم. فایل اولی مرورگر کیوی که حتما باید اینو دانلود کنید، نسخه هایی که از پلی استور یا جای دیگه دانلود کنید کار نمیکنه، فقط اینو دانلود کنید. پایینش هم فایل رباته. این دوتا رو دانلود میکنید، اولی رو نصب میکنید برنامه رو و دومی هم همون جوری دانلود میکنید تا تو گوشه تلگرامتون بمونه. وقتی که دانلود کردید کیوی رو باز میکنید، بالا سه نقطه رو میزنید. وقتی سه نقطه رو زدید یه گزینه میاد، حالا مهم نیست فارسی باشه یا انگلیسی گوشیتون، این گزینه باز انگلیسی نوشته شده، میزنید روش و اون بالا دیولپر مود هست فکر کنم اسمش، تیک اون رو روشن میکنید، بالا قسمت لود میاد یا همون سیو اگه فارسی باشید اونو میزنید و اجازه میدید که دسترسی پیدا کنه به فایلاتون، میخواد اون فایل رو بیاره. وقتی اون فایل رو زدید حالا میاد رو فایل ها. من چون قبلا اومدم رو همین قسمت تلگرام فایلی، اگه بالا ببینید میتونید از سه نقطه بزنید، گوش رو انتخاب کنید، بیایید پایین و پوشه تلگرامتون پیدا کنید، تلگرام فایل رو بزنید و این پایین ربات 17 مگابایت فکر کنم، خلاصه دیگه خودتون اونجا رو پیدا کنید اگه نتونستید. وقتی میزنید ربات میاد بالا و فعال میشه. اگه ببینید قسمت تیکش اینجا هست. ربات های دیگه هم همین شکلی اضافه میشن و اگه خواستید بازم ربات دیگه میذارم. حالا کافیه که برید تو سایت. البته اینو بگم که باید با همین مرورگره برید تو سایت. وقتی میرید تو سایت اون بالا قسمت میبینید که ثبت شده و داره ربات کار میکنه. فقط با همون مرورگر برید تو سایت، اگه با مرورگر دیگه برید کار نمیکنه. این بود از ویدیو امروز. اگه باز ربات یا چیز دیگه خواستید حتما بهم بگید و حتما سابسکرایب کنید. پیس اوت.